سوالی که خیلی از کاربران هنگام خرید مودم‌های فیبر نوری از ما دارن اینه که کدوم پچ‌کورد فیبر مناسب یک مودم فیبر نوری هستش. به صورت کلی دو نوع پچ‌کورد سیمپلکس با سری کانکتورهای SC و رنگ کانکتور UPC یا آبی رنگ و همچنین APC یا سبز رنگ رو داریم که شما کاربر عزیز بر اساس رنگ سوکت باکس فیبر نوری که داخل منزل یا محل کارتون توسط مخابرات تعبیه میشه و همچنین رنگ پورت پان مربوط به مودم فیبر نوریتون باید این انتخاب رو انجام بدید. معمولا پچ‌کوردهای فیبر نوری دو سر آبی انتخاب میشه چون اکثر باکس ها الان آبی رنگ هستن و همچنین اکثر مودم ها با پورت پان آبی رنگ وجود دارن. همچنین سری پچ‌کوردها توسط این درپوش هایی که در تصویر میبینید محافظت میشن. شما میتونید انواع پچ‌کوردهای فیبر نوری